به نام خدا، با عرض سلام و عرض ادب از درز عقب، فروزن فرهام هستم از کامیونیتی فرست پلاس. خیلی خوش اومدید به ست فرست تو 5 دیگه. این بار بین تهران و اهواز معرفی میکنم ریممبر می با کاراکتر سکتور از اهواز در مقابل بروتال ای ام با کاراکتر لیوچنگ از تهران. بچه‌ها این ست فرست تو 5 از چنل یوتیوبی بروتال ای ام پخش میشه، حتما نگاه کنید، لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. بریم ببینیم بچهای تهران و اهواز چیکارن، کدوم یکی حال اون یکی رو میگیره. ریممبر می تازه رفته رو سکتور، اونورم مین اول بروتال ایم لیوچنگ خملیونه. لیوچنگ با خملیون خیلی ترکیبش قوی میشه. بریم ببینیم چیکار میکنن. تو پلیر با تیر خودش کامبو میگیره با موتارو، یه آپشنای خیلی قویه. سکتور هم از تیرش هم از آرمورش فول کامبو میگیره با موتارو و یه چند تا از کماهای دیگه. اگر رو بکفورد از بروتال پلاس یه لحظه ریممبری مش کرد که بروتال گرفتش. کامبوی زیبا از بروتال 29%، عملا 30%. چه شمورتی بازی اونجا در ورد. یه لحظه ریممبر می کامبو رو نخورد. پلاس باز هم میپره عقب. یه فیتل ول میده اینجا، فول اسکرین هستش فیتل سکتور. او چجوری ایتو گرفت، کامبو رو ادامه نداد، میتونست کار تموم کنه. آرمون رو شیکوند اونجا بروتال. یه چوسه خون داره ریممبر می که اینجا میگیرتش. آنتیر بروتال رو بیس میکنه با ایر موبیلیتی خودش. ریممبر می سکتور خیلی خطرناکه توی این جوستی. چه چیزی رو برگردون، نوش جان کرد. پروژکتال خودش رو بروتال هستن توی نوشال دارن زنبازی میکنن. اینجا خواست ویفانش رو بگیره که پانیش شد. بروتال حواسش بود به قضیه. پرشر زیبا است بروتال. اینتراپت به موقع از ریممبر می سریع برش میکنه بروتال. اووردو میخوره، کامبو رو باز هم نمیزنه. با فلاین کیک قشنگ میگیره اونجا. از هم ترید میگیرن دو پلیر. فلاس بلاک پانیش میکنه. اون استریک فوروارد فور لیوچنگ اگر فلاس بلاک بشه پانیشبل هستش بچه ها. اینجا باز هم کامبو رو نمیزنه. این سومین مرتبه هستش که بعد از اوورهد کامبو رو کانکت نمیکنه ریممبر می. یعنی بیشتر باید با سکتور پرکتیس کنه، بیشتر بیاد رو دستش. آپر رو مولایی میکشه لای ریممبر. پانیش زیبا است بروتال. آبلاک زیبا متاسفانه پانیش نمیکنه. ریممبر آمادگیشو نداشت، اوور رو ول میده و اینجا تسلیم میشه. ریممبر تو کورنر داره کامبو دمیج بالا 40%. HP واقعا خوبی کم میکنه از حریفش لیوچنگ. حساب کار 1/0 به نفع بروتال ایم. چه اینتراپتی، چه پانیشی میکنه اینجا بروتال. رفته بود برای آب بلاک که دستشو خوند و پانیش کرد. اینجا کمیلو میاره، متاسفانه دیره. زنبازی داره میکنه، میتونه اسپانشو بهتر بگیره اونجا ریممبر. یه لحظه آرمور زد خورد به کملیون. اینتراپت به موقع از ریممبر می میره برای سیف جامپ. بازم اوور میزنه. خب متاسفانه از اون فاصله آنتیزون رو داشت، متاسفانه پانیش نکرد. میتونست همونجا کار ریممبر رو تموم کنه بروتال. یه لحظه حواسش نبود به آنتیزون خودش، همه رو برگردوند. ریممبر می خواست آنتیر کنه که متاسفانه ویف شد.
میره برای فول کامبو. پلاس که میخوره هیتو، یه بار دیگه هم میخوره هیتو. پوک به موقع است. بروتال یه گرد رو بکوارد، حالا سویش میکنه کورنر رو. آنتیزون هم کاشته قشنگ میگیره. متاسفانه کامبو رو دراب میکنه. اونورم ریممبر می پانیشو نمیگیره. اینجا چیز جور دیگه باز میکنه گارد بروتالو. بچه باید با حواس جمع بیشتری به بازی ادامه بدن، میتونن سری اول از خجالت همدیگه در بیان. ارتوی رو میگیره اینجا ریممبر می. کامبو رو سیمپل تموم میکنه. بازم باز کرده اینجا بروتالو. میشه رو خرج میکنه. کامبو 34% هستن توی نوشال. دو پلیر دارن زومبازی میکنن بیشتر. ریممبر می بیت زیبا متاسفانه پانیشو نمیگیره. یوزلس آربورشو میشکونه اینجا. بروتال عالی عمل میکنه. برمیگردونه تیراشو. مثلا تیم سکتور موتارو یه طوریه که به راحتی اصلا زون نمیشه و اینجا حساب کار 1-1. ریممبر می برمیگرده به بازی. اینجا میزنه آبگوشت میسازه از بقایای بروتال ایم. من جای بروتال بودم هر دست تیبک فیتال رو میزدم. حقشه. اهوازی خودشیرین. میریم سر وقت بازی سوم. ارتوی رو ناموسی میگیره با کملیون. مثل ماست باز کرده اینجا یک بار دیگه با کملیون. ریممبر می رو کامبو رو سیمپل تمام میکنه. 30%. ویفانش ناموسی کامبو رو میچسبونه این بار. آپشن خیلی قوی هستش که میتونی از آرمور و تیرت کامبو بگیری. سکتور هر دوی اونا رو داره. یه لحظه شیر و گربم اومد تو اتاقم بچه ها. پوزش میطلبم. باید براش دوست دختر پیدا کنم یا عقیمش کنم. این آپشن های ایما هم هستش. برمیگردیم به بازی. اووردو میخوره اینجا. کامبو رو میگیره که برش میکنه بروتال. فیتل ول داد به این تیر که یه چیزی بزنه اونجا. میتونست با فلاینگ کیک هم فکر کنم پانیش کنه. این کار رو نکرد ولی جور دیگه گرفت. یکم عادت نداره به مچاپ سکتور. تازه اومده این DLC. بریم سر وقت راند دوم. پانی شد ناموسی میگیره. اوورتو قشنگ گارد میگیره اینجا. بروتال حواسش بود ارتوی رو قشنگ تر میگیره با کملیون. کامبو رو نمیزنه کال متاسفانه. پلاس همیشه رو به عقب میپره اینجا. بروتال قشنگ میگیرتش. حواسش بود رفته بود برای آب بلاک. ریممبر می. پلاس گرب انیمیشن الیکش واقعا سیب زمینیه. این سکتور مثل ارمک میمونه. اصلا نمیفهمی چی شد یهو میخوریش. کامبو رو قشنگ میگیره با فلاینگ کیک. اوه چه ارتویری میگیره بروتال. زومبازی میکنن مثل چی؟ کجا لوچ کانکت میشه؟ قدرت DLC رو داریم مشاهده میکنیم بچه ها. یه چوسه خون داره بروتال. وای خدای من. آخ اگر اون انهانس اولیه رو بعدش کانکت میکرد راندو گرفته بود. متاسفانه نتونست این کار رو بکنه. بروتال کامبو رو اینجا تقدیم میکنه. ریممبر می. باز کرده. باید بره برای کامبو دمیج بالا. آخ نمیدونم چرا ادامه نداد. فکر کنم اینپوت ارور داد. چه گاردی میگیره اینجا ریممبر می. سیف جامپ. باز کرده بود. کامبو رو ادامه نداد.
اوور رو میزنه، متاسفانه کانکت نمیکنه. چیزی رو بعدش فکر کنم ارادی بود این کار، نمیخواست اصلا کلا بره برای موتورا. چرا اون کارو کرد؟ چه پانیش زشتی گرفت بروتال. لارفید رو داره اینجا. بروتال باید تموم کنه کارو، نباید اصلا اشتباه کنه که بله حساب کار 2-1. اوه چه بروتالیتی حقی زد اینجا. فن دمپای برعکس رو اجرا کرد، یه لحظه تلپورت شد تو مپ. نمیدونم چه اتفاقی افتاد، عجیب بود. خلاص این انیمیشن حساب کار 2-1 به نفع بروتال AM. بچه ها راستید آموزش لیوکنگ هم بروتال زحمت میکشه و برای ما حاضر میکنه، توی چنل فرست بلاد قرار میگیره. حتما اونم نگاه کنید. برای اون که میخوان لیوکنگ رو مین کنن آموزش کاملا جامع و حرفه‌ای هستش. قشنگ پونیشو میگیره اینجا. بیت زیبای آنتیر. خیلی باید تو هوا حواست به سکتور باشه چون اینجوری شبورتی بازی در میاره. آنتیرش کار هر کسی نیست، سخته، یکم آمادگی ذهنی میخواد از قبل. اوه چه دراپی داد، چه پانیشی تقدیم ریممبر کرد اینجا بروتال. سری میره برای فیتور، بعد با موتور رو بذاره. وای موتور رو ویف شد اونجا، یکم مثلا ریسکی بود کل سناریو. چی جوری اونو پانیش کرد؟ اون یکی از بهترین آنتیرای بازیه حاجی. واقعا پشمام ریخت که چجوری ویف شد آنتیر لیوکنگ. اینویزیبل فریم رو بغل میگیره. واقعا آنتیر خیلی خوبیه، نباید اصلا ویف میشود. آنتیر ناموسی متاسفانه کامبو رو بعدش نچسبون. حواس ریممبر بود به آنسیف کاملیون و کامبو رو نصف کاره میزنه. میره برای زون، باز کرد. اوه چه کامبویی که بریکش کرد بروتال. تا الان ندیده بودم اون کامبو رو با سکتور. لایف دید رو داره بروتال و اینجا کار رو در میاره. حساب کار 2-2. بازی تا اینجا کار پایا پای بوده، من راضی بودم حقیقتا. بچه ها از هیچ فرصت برای تعرض به هم دیگه کوتاهی نمی کنن. کامبو رو گرفته اینجا با تیم بروشن سکتور موتارو. پلاس که میخوره اینجا بروتال. اینتراکتو به موقع از بروتال. پلاس بازم رو به عقب میپره که باز هم میگیرتش. بروتال باید یه استراتژی تازه اینجا انجام بده. ریممبر می نمیشه همیشه رو به عقب بپره. بریک میکنه بروتال. رفته بود از درش بپر میکنه. هر دو تله دارن بپر میکنن. سایت سویش میکنه با موتارو. لو نمیدونم چجوری از 3 کیلومتری برخورد میکنه. خیلی استرینگ خوبی هستش. ارتیو رو قشنگ میگیره. متاسفانه کامبو رو نمیزنه بروتال. بیت آنتیر و جواب میده. راندو از آن خودش میکنه ریممبر می. دارتش تو کورنر. یه رو به فوروارد. انیمیشن مسخره و بی منطقه الی که سکتور رو مشاهده کردیم اصلا نمیفهمیم چجوری خوردیش. اوه کمبوهای سکسی است. ریممبر می این بار آبلاک رو بغل میگیره و کمبوس. اوه چه سایت سوشی خدای من. کمبو فوق‌العاده بود. متاسفانه آخرش کامل نشد ولی خیلی قشنگ بود از بروتال. گرب رو به فوروارد از بروتال. سایت سویش میکنه اینجا ریممبر می. راحت از کورنر میاد بیرون با اون آپشن تلپورت موتارو. خیلی چیپه. عملا تو کورنر گیر نمیکنه. کلن به پلاس فرمو اهمیت نمیده که اینجا بازش میکنه. راندو جمع کرد بروتال. ریممبر می باید یکم
ریسپکت فولتر پلی بده تا اینجوری نره درش. برمیگردونه اینجا تیر خملیونو. کامبو رو چی کارت میکنه؟ سیمبل تموم میکنه. ویفانش ناموسی از ریممبر می. چه میکنه این پلیر با نیو کرکتر خودش؟ آنتیر به موقع است. بروتال تیز و بوس حواسش بود. ارتوه رو میگیره اینجا بروتال. متاسفانه کامبوش کامل لند نمیشه. سایت سویچ است ریممبر می. عملا اوورهد لانچر سیف بهش میده. این موتا رو اگه خورد کامبو، اگه نخورد تلپورت اون ور مپ. بازی کاملا پی تو وین شده توی این پچ. باز هم دراب میده. کامبو رو نمیزنه اینجا. اوکی چوسه خون دارن هر دو. با که به موقع فلاس بلاک میکنه دمش نمیخوره اینجا. خدای من حساب کار 3-2 اگه اشتباه نکنم. انقدر بازی های بود من یه لحظه اصلا نتایجو به تر و تخمم زدم یادم رفت. چقدر حساس بود این مچ. فکر میکنم همون 3-2 به نفع بروتال هستش. از هم ترید میگیرن دو پلیر. خیلی حساسه بازی. کامبو متاسفانه کامل نمیزنه بروتال. چه داکی میکنه، چه پانیشی میگیره اینجا. ریممبر می میره برای سیف جامپ. آرمور در نمیاد. متاسفانه کامبو رو نمیگیره اینجا ریممبر می. اینتراپتو به موقع قبل از اینکه خملیون بیاد اینتراپتو کرده بود. پانیش زیبای آب بلاش از بروتال AM. بی‌صورت اونجا ویفانیشو بگیره. این کارو نکرد متاسفانه ریممبر می. جربو به بکوارد. خملیون نداره برای استارت کامبو. چه داکی کرد. میتونست کامبو رو بهتر بزنه. بردن همچون کار تموم کنه. خدای من وای وای. تایراند میگیرن هر دو. یه راندو از آن خودشون میکنن. چه اتفاقات عجیب و غریبی داره تو این بازی میفته. باز کرده اینجا بروتال ریممبر رو. این تاکتو به موقع کامبورم گرفته اینجا. ریممبر می داره تو کورنر. بروتالو داره پرشر میذاره. اوه آرمورم زد. یه ایلیو که مسخره اصلا نمیشه رو تک داد. باید روی شیشه باشی تا بتونی بهش ریاکت بدی. دایفرید رو داره اینجا. چه فلالس برای چی برگه. خدای من چقدر آخر رانداشون حساس این دو پلیر. حساب کار 3-3 با هر بدبختی که بود کارو جمع کرد اینجا ریممبر. 3-3 بازی خیلی 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 حساس میشه در لحظات پایانی. از اول دارن کون هم دیگه میذارن. چه پانیشی. متاسفانه ادامه نداد. کامبوش ول شد ریممبر. حواسش به اون لو بود. آنسیف هم از فکر میکنم. کامبو رو گرفته است ریممبر. هستن توی نوشال دو پلیر. چی جوری کامبو رو کانکت میکنه بروتال. پر رو قرنی مشکی. پلاس به هوای آرمور بعدش ریسپکت داد ریممبر. ولی خب آرمور نکرد بروتال.
زوم میکنن در حد تیم بارسلونا. میتونست کامبو رو بگیره اونجا. باز کرده بود. یکم باید رو هیت کانفرما کار کنن هر دو پلیر. اینجوری یهو باز میکنن کامبو رو ادامه بدن. ایرتو رو قشنگ میگیره. متاسفانه کامبوش دراپ میشه اینجا. بروتال با آرمور و قلدری کارو در میاره. ریممبر میره برای نه سیف جاب نمیکنه. از فکرم میخواد بره برای سیف جاب، این کارو نکرد. لانچو گرفته. کامبو رو سیمپل میزنه. برمیگردون. اینجا تیرش دارن زومبازی میکنن. دو پلیر خیلی حساسه. اخ باز هم ویف شدی. آنتیره بروکر لیوکنگ. اصلا عجیب و غریبه این اتفاق. یکم اگه دیرتر آنتیرش رو بزنه مطمئنا میگیره. اصلا نباید ویف بشه. برش میکنه. یه چوسه خون داره بروتال و اینجا کار دایمر 4-3 تسلیمه زومبازی های ریممبر میشد. خیلی هم کارش سخت بود تو اون لحظه بخواست کامبک بزنه چون یک فرسنگ ازش فاصله داشت. مچ پوینت ریممبر می هستش اگر اشتباه نکنم. گرفته اینجا کمبو رو با جید کاملیون. عجب کمبوی زد. ارتویر هم اینجا گرفت نوش جونش. اکستند کرد. چه آنتیری. متاسفانه کامبو رو برش ادامه نداد. هر دوی این شخصیت آنتیر خداگونه بهت میزنن. سخت‌ترین موقعیت هم آنتیر میکنه اگه حواست باشه. دیگه رو به فوروارد است. ریممبر تو کورنر داره بروتالو. آنتیر قشنگ. متاسفانه کامبو رو ادامه نداد. جور دیگه کارو در آورد. بازم ارتوی رو میگیره. بازم کامبو رو متاسفانه دراپ میکنه. عادت نداره به این قضیه. کاملا مشخصه. تا حالا اونقدر مقابل سیکتور پلی نکرده. آنتیر رو خوشگل میگیره. این بار کامبو رو میزنه. 40 تا از یه آنتیر میگیره. لیوکنگ واقعا شخصیت قوی هستش تو مورتال کامبت وان و اینجا کارو در میاره. زمینم جارو میزنه. حساب کار 4-4. مچ بعدی مچ پوینت هر دو پلیر هستش. بازی فوق‌العاده هایپ و نزدیکی بوده تا اینجای کار. لایک کامنت ساب حتما انجام بدید. بریم ببینیم که مچ آخر چی حال اون یکی رو میگیره. آنتیزون روش بود و پانیشو میگیره از ریممبر می. گرار بود بکوارد داره. کملی رو کامبو رو میگیره ازش. اوه متاسفانه آخرشو لند نکرد بروتال. چجوری این تاپ میکنه بچه پر روی اهوازی. بعد پلاس 3 استندینگ وام میزنه برای من. عجب آنتیری سریع بریک کرد اینجا ریممبر. بالو اینجا گرفته. کامبو رو میچسبونه. کامبوی میتلس رو داریم مشاهده میکنیم. چه که زیبا از بروتالیه. چه هی داد اونجا. برش میکنه دیگه. میتری برای خرج ندارن دو پلیر. یه میتر ساخته برای خودش اینجا ریممبر که گرفت اینجا. و اگه این راندو بگیره برنده فرست تو 5 شده ریممبر می. اونور هر دو پلیرها بازی خیلی خوبی را خودشون به نمایش گذاشتن. ریسک کرد با کملیون و وردش آپری گذاشت لایه بروتال. عجب بیتی کرد آنتی رو. چه پانیشی گرفته. آنتی رو بالاخره میچسبونه و برش میکنه. ریممبر مطمئن بودم که اون آنتیر میشه با اسپیشل لیوکنگ. تو کورنر دارن با هم زوم بازی میکنن. آنتیزورش متاسفانه اکتیو نشد و اینجا بریک کرد
میتری برای خرج دیگه نداره. بروتال فیتل ریممبر می اکتیوه، کشیده عقب تا ناموس خرج میکنه. اوه ریسکی عمل کرد اونجا. ریممبر می میتونه از حالشو بگیره. بروتال کاملا سیچویشنال بود اون قضیه. هر دو فیتر رو دارن. آنتیزون رو خودش انداخته اینجا، میگیره و تمام هست کار. با ادوانسینگ میده خودش میاد تو صورت بروتال، فیتل رو میچسبونه. حساب کار 5-4 به نفع اهواز. بچه امیدوارم که تماشای این ویدیو حال کافی رو برده باشید. من فروزن فرهام هستم از کامیونیتی فرست بلاد. تا ویدیو بعد شما رو به خدا میسپارم.